مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز قصد اینه که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده یه دلیل اصلی این که چرا تو اون سیستم و حکومت یعنی داخل ایران دارن همه چیزو فیلتر میکنن و چرا رفع فیلتر نمیکنن، چه مافیایی در پشت پرده قرار داره و چه کسایی از این فیلترینگ نفع میبرن. این در حالی هستش که از 85 میلیون جمعیت ایران که 50-60 میلیونش آدمایی هستن که با اینترنت درگیرن، چون یه حالا بچه‌ن، یه حالا سنشون بالا زیاد با اینترنت درگیر نیستن، همه موافق اینن. حتی اون بسیجی، حتی اون آدمی که اینجا جای مهره موافق اینه که آقا رفع فیلتر اتفاق بیفته. اما یه سری آدم که به نوعی دیکتاتورن اما خودشون رو مصلحت اندیش میدونن، سعی میکنن که امکانات رو از مردم بگیرن، دسترسی آزاد مردم به منابع بین المللی ازشون میگیرن، همه چیز رو فیلتر کردن. بهشون هم وقتی انتقاد میکنی 4 تا آیات و روایات و نمیدونم از این چیزا تفت میدن، انگار زمان قدیم، زمان مثلا پیامبر اینترنت وجود داشته، انگار مثلا فضای مجازی وجود داشته. میگن که نه، ما مصلحت اندیشی کردیم، این کار کردیم، چه اینا چنان کردیم و الان تشخیصمون اینه که فیلتر اتفاق بیفت. حالا بررسی میکنیم که اصلا پشت پرده این اتفاق چی هستش. آیا اگر یه شخصی نماینده مجلس بشه، اگر یه شخصی رئیس جمهور بشه، یا اگر یه شخص یه جایگاهی پیدا بکنه، قدرت اینو داره که رفع فیلترینگ رو انجام بده؟ امروز میخوام تو یه ویدیو کاملا این قضیه رو برای شما پشت پرده هاشو شفاف بگم. چون ما میبینیم مثلا فلان نماینده مجلس تو فلان جا میخواد رأی جمع کنه، مثلا توی یه روستایی توی شهری، میگه آقا من میرم برای شما اینستاگرام رو رفع فیلتر میکنم، میرم یوتیوب رو رفع فیلتر میکنم. آقا چه شیشه میکشی سلطان؟ یا رئیس جمهور که میاد یه همچین وعده میدیم، میخوام ببینیم چقدر قدرت داره. چرا رئیس جمهورهای قبلی نتونستن رفع فیلتر رو انجام بدن؟ از اون ابی رئیسی بگیر که کشتنش تا روحانی و نفرات قبلی احمدی نژاد و کسای دیگه‌ای که به عنوان رئیس جمهور تو مملکت بودن و به مرور تمام شبکه‌های اجتماعی و تمام سایت‌های مهم و معتبر رو فیلتر کردن. یعنی شما الان توی اروپا و امریکا بری به مرغ پخته هم بگی آقا تو ایران یوتیوب فیلتره، نمیدونم اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، فیسبوک فیلتره، خندش میگیره اون مرغ پخته. از اون طرف ما میبینیم که تو ایران به راحتی این اتفاقات میفته، تا تقی به توقی میخوره، کلا اصلا فلکی اینترنت و شیر اینترنت رو میبندن که اصلا کار به جای دیگه نکشه. علت این که این سوژه رو هم انتخاب کردم سخنرانی این چهره بود، یکی از نماینده‌های مجلس که اومد گفت آقا ما یه طرح دادیم به مجلس برای اینکه رفع فیلتر اتفاق بیفته. قالیباف طرح رو وتو کرد، گفته اصلا رفع فیلتر چیه، صحبت‌ها چیه، اصلا فیلتر باید باشه، اینستاگرام باید فیلتر باشه. ببین تو مملکت اگر اینستاگرام رفع فیلتر بشه، البته ماشاءالله همه الان دیگه وی پی ان دارن، اگر فیسبوک رفع فیلتر بشه، اگر یوتیوب رفع فیلتر بشه، چه منابع درآمدی اتفاق میفته، چقدر آدم میرن سر کار. به جای اینکه اینقدر وعده و وعید بدید آقا ما کارخونه میسازیم، اشتغال ایجاد میکنیم و هزار تا شروور دیگه، همین فضای مجازی رو رفع فیلتر بکنن، اشتغال زایی صورت میگیره. مردم از تولید محتوا تو فضای مجازی، تو یوتیوب، تو اینستاگرام، تو تلگرام و تو جای مختلف میتونن پول در بیارن، اما حاضر نیستن این اتفاق انجام بدن. چرا؟ چون منافع شخصی رو به منافع گروهی ترجیح میدن. چرا؟ جلوتر به شما خواهم گفت. اول این ویدیو رو ببینیم که خودش گواه همه چیزه. کاری ندارم این نماینده مجلس داره برای یه امتیازی یا برای یک باجی یا برای یک چیزی زور میزنه، یا شاید هم برای مردم، که من بعید میدونم نماینده‌های مجلس قدمی رو برای مردم بردارن. هیچ کدومشون برای مردم قدم ور نمیدارن، مگر اینکه جیب خودشون پرپول بشه. با سند و مدرک پشت پرده همشون رو دارم، به زودی افشا خواهم کرد. ببینیم چی میگه. رو تقدیم هیئت رئیسه کردم، مراحلش رو طی کردم، ولی آقای قالیباف وتو میکنه. با چه حقی؟ شما به قرآن مجید یاد کردید
که آیین نامه را رعایت کنید. چرا رعایت نمی کنید؟ بگید طرح من چه مشکلی داره؟ آقای قالیباف اینجا پادگان نیست، اینجا مجلس. شما قیافه این قیافه این آدمه رو این پشت ببینید. خب این یکی داره گلوش رو جر میده، داره رو برای مردم داد میزنه، خوش رو پاره میکنه. اون یکی نکنه میخنده. خب خیر استادش نماینده مجلسه. یعنی شما ببینید شما به کیا رأی دادید؟ رأی ندید، یعنی معلومه چجوری رأی گرفت. شورای اسلامی است. نگاه کن. اینجا اصلا داره با تلفن حرف میزنه. اصلا اون که گفتن عزیزم قربونت برم بهشم صیغت میکنم من میکنم حال کن. آره با جناق میام به گروپی بزنیم، منو با جناق هم دیگه میگم تو هم. آره این صداش میاد یا اسکلیه داره مردم داد و بیداد میکنه. کسخل مستخل. آره بابا این کسخل مشنگه الان داغه تا اومده بعد مجلس. آره جون داره. ببین دقیقاً همینا. نگاه کنید. خانه ملت من به عنوان نماینده مردم من به عنوان نماینده مردم طرحی رو در جهت منافع مردم طرح کردم، طبق آیین نامه هم طرح کردم. بگید که چرا نمیذارید؟ چرا وتو میکنید؟ مگه من نماینده مردم نیستم؟ نگاه کن قشنگ فکر کنم تریاک هم زده و داره چایه رو میزنه و بر بدن و اینا. اصلا عشق میکنه. این نامه نباید رعایت بشه؟ مگه قسم نخوردید؟ چرا رعایت نمی کنید؟ اگه من نتونم حرفمو بزنم، اگه نماینده مردم نتونه حرفشو بزنه، آقای قالیباف هیچ مستبدی در دنیا فکر نمی کرد مستبده، فکر می کرد مصلحت اندیشه. آقای عثمانی خارج از موضوع داری صحبت می‌فرمایید. آقا چرا به آیین نامه عمل نمی‌کنید؟ برادر دکتر عثمانی خارج از موضوع داری صحبت می‌فرمایید. اجازه بده. من به حرمت نمایندگان نمیخوام میکروفون رو قطع کنم. اجازه بده. برادر عزیزم جناب آقای عثمانی، بنده جلسه رو اداره میکنم، خادم همه شما هستم. اگر مطلبی داره به من بفرمایید. مگه نگفتم؟ فرمودی الانم وقت دادم بهت. گفتم آقا با همه دوستان ادریس صحبت کردم، گفتن آقا مراحلش طی شده باید اعلام بشه. چرا نمیذارید؟ چون طرح رفع فیلترینگ همه که توی انتخابات گفتن فیلترینگ رو رفع میکنیم. چرا اجازه نمیدید؟ چرا وتو میکنید؟ نکنید، والا به نفع کشور نیست. نکنید این کارو. خیلی متشکر. خیلی خوب. حالا بهتون میگم که اینا من گوشیمو بزنم کنار که دیگه لازمش هم نداریم تا دقایق آینده. خیلی ساده است. این نماینده‌های مجلس همیشه در حال باجگیری از بخش خصوصی هن. چطوری؟ طرف به عنوان بخش خصوصی میخواد ماشین وارد کشور بکنه، طرف به عنوان بخش خصوصی میخواد گندم و ذرت وارد کشور بکنه، میره باش جلسه میذاره میگه فلانی مادرتو به عزا میشونم، واردات و صادرات رو ممنوع میکنم، دهنت چاک بخوره، بعد باج منو بده. یعنی میرم تو مجلس یه قانونی تصویب، یارو میگه آقا قربون پدرتم هستم، من که دارم این وسط دزدی میکنم، ماشین طلا تخمی و به جای 2 میلیون دارم 500 میلیون به مردم میدم، بیا اینم 5 میلیونش مال تو. پس اون آدم دلسوز مردم نیست، فشاری رو میاره برای امتیاز گرفتن خودش. در حوزه فیلترینگ هم دقیقاً همینه. 2 تا 4 تا میاد تو مجلس داد میزنه که ببین این یه چشمشا، اگر بخوای دهنتو سرویس نکنم و این رفع فیلترینگ برات حال بده، حالا چه حالی جلوتر بهتون میگم. باج سیبیل ما رو بده، چه حالی الان بهتون میگم. ببین این وسط با فیلتر شدن فضای مجازی میلیاردها پول در ثانیه جابجا میشه و سود برده. چجوری؟ اولش مافیای فیلتر شکنن و وی پی ان ها. فیلتر شکن و وی پی ان ها کی میفروشه؟ عمه من و شما و پسر خاله من و شما که نمیفروشه. یه سری آدمایی که تو اون سیستم و تو اون حکومت دست دارن. پس اون آدم ها از فروش وی پی ان سود میبرن. نشون به اون نشون که آذری جهرمی زمانی که وزیر ارتباطات بود قشنگ اومد توی مجلس گفت آقا مافیای فیلتر شکن دارن سود میبرن. روزی 70 میلیارد تومان.
ببینید چه پولی داره جابجا میشه. 50 میلیون آدمی که میتونن از اینترنت استفاده بکنن هر روز برای دسترسی به اینستاگرام و یوتیوب و فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی بعد از VPN استفاده بکنن. پس فیلتر کردنه باعث میشه که اینها سود ببرن. مورد دوم، وقتی که یوتیوب فیلتر باشه، مردم برای دسترسی به ویدیوها بعد روی بیارن به سایت‌های وطنی مثل آپارات. میرن یقه آپارات رو میگیرن، میگن سلطان رد کن باج سیبیلو بیاد. اونم گناهی نداره، مجبوریم باج سیبیل رو بده. باج سیبیل رو بدن پارت میکنیم. ندی رقیب یوتیوب رو میاریم بالا. بعد شما میدونید یوتیوب آپارات چه پولی در میاره. تو ویدیوهایی که پخش میکنه اولش تبلیغات پخش میکنه، یعنی عملا اون پولای میلیاردی که در ثانیه و ساعت جابجا میشه. فکر نکنید ببین اون آدمی که توی فلان دهکوره و روستا زندگی میکنه خب مجبوره بره از سایت آپارات استفاده بکنه، دیگه اینترنتی نداره، خود فضای سرعت اینترنتش هم پایینه. اصلا سرعت پایین اینترنت هم که دلیلش همینه که سرعت رو میارن پایین که طرف مجبور بشه از سایت وطنی استفاده، وگرنه نمیتونه رقابت بکنه با سایت های بین‌المللی. میرسیم به اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی. اونا به معنای واقعی کلمه رقیبی توی ایران ندارن، اما مافیای فیلتر شکن و مافیای VPN هستن که سود میبرن. توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی هم همینطور. این بخش کوچیک اون قسمتی هستش که میگن مردم نباید دسترسی آزاد به اینترنت داشته باشن، به خاطر اینکه اطلاعات نمیدونم شروور و اینا به مردم بدن. این کوتاهی از قومه، این کوتاهی از نهادهای فرهنگی، این کوتاهی از نهادهای آموزشیه که شما استرس اینو دارید که مردم دسترسی پیدا بکنن نمیدونم به فلان فیلم سوپر، دسترسی پیدا بکنن به فلان اطلاعاتی که تو فضای آزاد اینترنته. شما اگه مردم خوب تربیت بکنید، مگه تو اروپا امریکا نیست؟ مگه اونا این دلنگرانی ها ندارن؟ تازه اونا مسلمون نیستن، مسیحی ان خیلیاشون، یا مثلا یهودی ان. اونا این استرس رو ندارن، شما به عنوان مسلمان این استرس رو دارید. نه این استرس شما که میخواید مردم به اسلام دعوت بکنید، مردم به بهش دعوت بکنید، شروری بیش نیست. شما فقط دارید این وسط پول میچاپید از مردم، وگرنه این دلنگرانی رو باید همه مردم جهان داشته باشن به خاطر باورهای مذهبیشون و اعتقادیشون. شما فرهنگ مردم رو ببرید. چرا میگم شروری بیش نیست؟ چون شما اگه فرهنگ مردم رو ببرید بالا، اگه نحوه استفاده درست مردم رو از فضای مجازی بهشون آموزش بدید، دیگه این اتفاقات نمیفته. نه اینکه طرف کون میندازه بیرون، یه چاک سینه میندازه بیرون، یه فضای این تیپی رو برای خودش تو پیج خودش مطرح میکنه، بعد کلی فالوور و ویو هم میگیره. این به خاطر فقر فرهنگی که اتفاق میفته. تعارف نداریم. طرف میاد خونه و ماشین و فیکش رو نشون میده به عنوان بلاگر تو فضای مجازی، کلی فالوور میگیره. این به خاطر فقر فرهنگی. این بهش نمیشه افتخار کرد. وقتی هر چقدر تعداد این پیج ها بره بالا، فقر فرهنگی اتفاق میفته و بیشتر هم خواهد شد. بحثای من بحث فیلترینگ یا این چیزا رو. حالا از اون طرف رئیس جمهور یا نماینده مجلسی که میاد مدعی میشه میگه من رفع فیلترینگ انجام میدم، آیا میتونه رفع فیلترینگ انجام بده یا نه؟ ببینید یه شورای وجود داره به اسم شورای عالی فضای مجازی. من گذاشتم جلوم که بتونم دیتاهاشو درست به شما بگم. شورای عالی فضای مجازی، این شورا تصمیم میگیره که فلان سایت فیلتر بشه یا نه، توییتر فیلتر بشه یا نه، فیسبوک فیلتر بشه یا نه، اینستاگرام فیلتر بشه یا نه، یوتیوب فیلتر بشه یا نه، اینستاگرام فیلتر بشه یا نه، رفع فیلتر صورت بگیره یا نه. وقتی رئیس جمهور میاد به تنهایی، قبل از اینکه رئیس جمهور شه همچین وعده‌ای رو میده، حتما یه بازوی قدرتی داره که این وعده رو میده. نماینده مجلس نمیتونه، زورش نمیرسه. اگر یه نماینده مجلس اومد گفت آقا به من رأی بدید که من برم تو مجلس و برای شما اینستاگرام و یوتیوب فیلتر بکنم، همونجا از قول من بهش بگید گو نخور. گو نخور. چرا؟ خیلی شیک و مجلسی. یا شورای وجود داره، یا سری اعضا هم داره. این اعضا دو دستن. پس اون کسایی میگم که اصلا شفافش، گول شعارا اینا رو نخور. اعضای حقیقی و اعضای حقوقی. اعضای حقوقی حالا شاید خیلی نفهمند چیه، مثل یه سازمان و نهاد، یه جایی بهش میگن که اداره است. حالا به قول خودتون اداره است. اداره ها میشن حقوقی، حقیقی ها میشن شخص. در حال حاضر 18 تا اعضای حقوقی وجود داره. از این 18 تا رئیس جمهور روی 10 نفر از اینها به صورت مستقیم نفوذ داره و میتونه رأیشون رو بخره. پس رئیس جمهور به تنهایی، ابی رئیسی یا الان پزشکیان، اگر میگه من رفع فیلترینگ رو انجام میدم، بعد وزراش رو جمع بکن. حالا به شما میگم کدوم ازش هستن.
میگه زر نزنید، رفتید تو جلسه رای بدید، اینستاگرام رفع فیلتر، یوتیوب رفع فیلتر. اگر رفع فیلتر اتفاق نیفتاد، شخص رئیس جمهور آقای پزشکیان میلیارد % مقصره و خودش مافیاییه که میخواد دزدی در فیلتر شکن اتفاق بیفته، باج میگیره وزراش و همه اون آدم‌هایی که این پولا رو میخورن. بدونید که پشت پردهش رئیس جمهوره. اگر رفع فیلترینگ اتفاق نیفته، فعلا که حالا دولت داره تشکیل میده، الان ازش انتظاری نمیره، بعد وایسیم دولتش تشکیل بده ببینیم ادعا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه من میخوام برای شما اعضا رو بخونم. رئیس جمهور یکی از اعضاست، رئیس مجلس یکی از اعضاست که قالیبافه، رئیس قوه قضاییه محسنی اژه‌ایه، رئیس صدا و سیما آقای پیمان جبلیه، رئیس مرکز ملی فضای مجازی. ببینید اینا از این 4-5 نفر بالایی که برای شما خوندم، رئیس جمهور که خودش یه رأی داره، رئیس مرکز ملی فضای مجازی که همون دبیر شورا، اونم یه نفوذ رئیس جمهور روش داره، میشه 2 تا رأی. خب وزیر ارتباطات نفر بعدیه، میشه 3 تا رأی توی اون شورا. اگه رأی گیری بخوام بکنن، تا الان رئیس جمهور 3 تا رأی تو سبدش داره. وزیر فرهنگ و ارشاد میشه 4 تا رأی، بازم رئیس جمهور وزیرا رو رئیس جمهور تعیین میکنه دیگه، بازم اونم اهرمه برای فشار. وزیر علوم و تحقیقات، وزیر آموزش پرورش، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و پشتیبانی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و این میشد 9 تا. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مرتضی آقا تهرانی، رئیس سازمان تبلیغات، فرمانده سپاه، فرمانده کلی انتظامی، دادستان و رئیس سازمان پدافند غیرعامل که میشن 10 تا. یعنی از 18 تا عضوی که وجود دارن 8 تاشون مستقیم رئیس جمهور، 2 تاشون هم غیر مستقیم رئیس جمهور روشون نفوذ داره، میشه 10 تا رأی از 18 تا رأی که تو اعضای حقوقی وجود دارن. اعضای حقیقی هم رضا آملیش خیلی از مثلا یکی از اعضایی که توی اون شورای عالی فضای مجازی این شهر است، ایشون آقای رضا تقی‌پور، یعنی ایشون نماینده تهران ها در حال حاضر تو مجلس. ببینید کیا تو مجلسن. این آقا اصلا یه حرفایی میزن هیچ ساقی گردن نمیگیره. میگه گوگل اصلا جاسوس افزاره، اصلا گوگل سازمان، انگار ایشون میفهمه بقیه کشورها نمیفهمن. میگه گوگل که اصلا میگه اینترنت واسه دنیا ضرر داره، بعد کلا اینترنت تعطیل بشه. این همچین آدمایی وقتی توی شورای عالی فضای مجازی شما میخواد تو مملکت پیشرفتی صورت بگیره، ایشون یعنی تو مملکتی که یه عده به خاطر فقری که هست، به خاطر سوء مدیریتی که هست، به عنوان دنبال 2 لقمه نونن، اصلا یه فیلمایی توی ایام محرم میاد بیرون، اصلا آدم منهای اون اتفاقاتی که با تبل میزنه و 4 تا دراداف میبینه، نمیدونم زنجیر میزنه و خودش رو جر میده، بعد بهش هم میگه عشق حسینیه، باشه هم کاری نداریم، نظری دادن ها رو باید ببینید. قبلما دیک بی دیک آقا، بعد میگی نه اینا واسه برکت امام حسین. نه عزیزم، به خاطر گشنگیه، به خاطر اینکه خیلی از مردم سالی یه بار هم نمیتونن گوشت بخورن. محرم، یعنی شما مردم گشنه نگه داشتید، تو محرم غذای نظری میدید اینا برکت امام حسینه. درسته غذای امام حسین برکتی داره، اما مردم یه عدهشون فقط همون سالی یه بار گوشت میخورن، اونم ایام محرم. میگیرن غذاها رو فریز میکنن توی یخچال برای 5 ماه و 6 ماه آینده شون. این کار رو انجام میدن. یعنی شما مردم رو با این اتفاقات و این گشنگی ها بردید جلو. یعنی مردم درگیر نون شبشونن. برای همینه که آقا بقیه کشورها به فکر فرستادن موشک و نمیدونم به فکر فرستادن فلان فضاپیما تو فضا و فلان ماهواره تو فضا هم. ما به فکر اینیم که نون شبمون رو چجوری در بیاریم بخوریم. این فقر فرنگی، این اتفاق میفته و این آدم هایی که تو مجلس و جای دیگن از فیلترینگ اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب سود میبرن، مستقیم و غیر مستقیم، با اهرم های فشارشون برای گرفتن باج یا به خاطر سازوکارهایی که دارن. اینا دلشون واسه مردم نمیسوزه، اینا به فکر جیب خودشونن. وگرنه اون آپارتی که تا الان میلیارد باج داده، فکر میکنی اگه رفع فیلترینگ یوتیوب اتفاق بیفته ساکت میشینه؟ تک تک این افراد رو رسوا میکنه، میگه من این پولا رو دادم که رفع فیلترینگ اتفاق نیفته. شما رفع فیلتر میکنید، با پولای من چی میشه؟ اینه پشت پرده. حالا بیان اینا تا فردا خودشونو جر بدن. مافیای VPN تو این 1-2 سال بار خودشونو بستن.
مافیای وی پی ان تا الان باج‌های خودشون رو دادن. معلومه که اجازه نمیدن رفع فیلتر اتفاق بیفته، چون اگه رفع فیلتر اتفاق بیفته تمام این آدما رو رسوا میکنن، تک به تک اسنادشون رو میدن بیرون. این باج گرفته، این رشوه گرفته، این فلان کارو کرده، این فلان گو خورده. این شده داستان ملت ایرانی که موندن اون وسط و دارن هر روز فقیر و فقیرتر میشن. اگر شما نگاه دیگه ای دارید، فکر میکنید جور دیگه ای هستش، لطف کنید برای من اینجا کامنت بذارید، نظرتون رو بفرستید. اگر هم موافقید خواهش میکنم ویدیو رو وایرال کنید. اینقدر کونو باستن و نمیدونم چک سینو اینا اشتراک نذارید. 4 تا اطلاعات اینطوری هم برای دوستاتون اشتراک بذارید. وقتی سطح سواد و نگاه اونها بالا بره، آرامش شما بیشتره. هر چقدر رفیقای آگاهتر داشته باشیم دور خودمون، موفق تریم. خیلی مخلص.